ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی ارمنی استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف. گفتار 24. از چهره سلطان معلوم بود که او جواب ندیمش را پسندید. فروخی گفت و یاد آورد سلطان این فردوسی رستم را بیش از حد ستوده است. آری سلطانم، رستم زال در حقیقت جهان پهلوانی یکتا بوده است. جهان پهلوانی یکتا، خود به خود با استهزا گفت سلطان و از غلامش پرسید تو چی میگویی ایاز؟ 100 رستم به دلاوری و پهلوانی با شاهنشاهی من همباز شدن نمیتوانند. تعظیم کرده فوراً جواب داد ایاز. شنیدی؟ به ندیم رو آورد سلطان. راست میگوید، تصدیق کرد ماهک و افسود. اما سلطانم، راویان اخبار قدیم روایت کرده اند و فردوسی روایتی ایشان را نظم ساخته است که رستم چون از شیر مادر برآمد خوراکی 5 بچه را میخورد. در 8 سالگی با گرزی گران فیل را کشت. بعدها دیوی سپید را کشت. سنگی اکوان دیو را که 7 پهلوان از جایش جنبانده نتوانستند او برداشته به بیشه چین افکند. دروغ، گفت سلطان. فرزن دروغ هم باشد سلطانم، در داستانهای فردوسی چنان نظم شده است که به دل فرح می بخشد، در خواننده شجاعت و شهامت می انگیزد. دروغ، تکرار کرد سلطان. در اخبار چنین آمده است سلطانم، پس گناه شاعر چیست؟ ابله، گفت سلطان. در فردوسی نه فقط هیچ نشانه ابلهی نیست سلطانم، بلکه برعکس هر کی باری با وی مصاحب شده یا داستانش را خوانده باشد به حکیمی و خردمندی و دانایی وی آفرین می‌خواند. ابله تویی نه او، گفت سلطان. شاهنشاهم، بنده ندیمی پدری شما بودم. پدری بزرگوارتان ابلهان را به ندیمی خیش قبول نمی کردند. خندیده باز زود جواب یافت ماهک. سلطان از نو در کد دراز کشید و بعدی کمی خاموشی پرسید 35 سال رنج برده؟ آری شاهم، 35 سال، جواب داد ماهک. به نظم سیرالملوک در اول با امر نوح سامانی دقیقی شاعر ابتدا کرده بوده است، مگر بعداً این کار را به فردوسی فرمودند؟ آری سلطانم، خودی اعلی حضرت نوح به او فرموده بودند که بیازمای، چون نظم کردی به ما بیاورد. مگر او نوح را دیده است؟ میگوید در آغاز به سراغ شاهنامه منصور به ماوراء النهر هم رفته در بخارا به بارگاه عالی شرفی قبول یافته بودم. دقیقی زبردست‌تر بوده یا فردوسی؟ بنده را مطالعه اشعار دقیقی اتفاق نیفتاده بود، نمیدانم. از قضاوت کردن در این باب عاجزم. اما میگویند که او هم گوینده بزرگ بود. پیر است، 71 سال عمر دیده است شاهم. با این پیری چنین سفری دور را پیش گرفته است از طوس تا غزنی.
از مشقت سفر نترسیده؟ این را بنده نیز از او پرسیدم. میگوید شرفی ورود به پایتخت شاهی جهان و امید دیداری مبارکی همایونی به من قوت بخشید و مشقت سفر را برایم آسان کرد. باز دروغی مصلحت آمیز گفت ندیمی حاضر جواب. های چاپلوس، طعنه آمیز لبخند کرد سلطان. اقلا می گفتی که او با وجودی پیرانساری هنوز بردم نیرومند می نماید، باور می کردم. خوب اکنون بیرو، فردوسی را بگو ما شاهنامه اش را قبول کردیم. قبول مولانا، قبول. با آستانه مهمان سرا قدم نهاده به فردوسی مژده داد ماهک. شاهنامه قبول یافت. انشاءالله ان قریب به مراد و مقصدتان می رسید. سپس نشسته به حضور سلطان چطور در آمدنش و با او چگونه پرس و پاسخ نمودنش را یک به یک حکایه کرد. شاعر را از بعضی پرسش های سلطان متعجب و از جواب های خودش خوشنود ساخت. من در نزد سلطان شاهنامه شما را آنقدر تعریف و توصیف کردم که هیچ نپرسید. و پایان حکایتش افسود خواجه. در اعتراف بزرگی و بی‌نظیری آن متفق بودنی جمیع علما و شعرای شهر را عرض کردم. سلطان خود می‌خواند و می‌بیند بلندی سخنی شما تا کجاست. او کی به دارالسلطنتش برمیگشته و شاهنامه را کی می‌خوانده باشد؟ دانستنی شد فردوسی. این را هیچ کس نمی‌داند مولانا. ممکن است زود در همین ماه و ممکن است دیر در ماه آینده. خواندن این مقدار داستان‌ها که در کتاب شماست کم وقت نمی‌خواهد. چی علاج؟ صبر باید کرد. اندیشه و الهامی عنصری. ملیک الشعرا در مهمانسرای خود نوگی ریشش را در قبضه گرفته این سو آن سو می گردید. به توسط او به سلطان برده شدن شاهنامه به نفس او رسیده دماغش را سوزانده بود. این خبر را به وی پریروز فروخی که سلطان او را به چه خدمتی به حضورش به باغ فیروزی طلبیده بوده است آورد. اینک 2 روز این جانب ملیک الشعرا بیقرار بود. از خفگی و کاهشی نفس در یک جا نشستن نمی توانست. واقعه 1 هفته پیش روی داده است. پس چرا سلطان تا الوقت او را به نزدش نخواند؟ درباره شاهنامه فکرش را نپرسید؟ میگویند که وی سلطان قاری خود عبدالواحد را طلبیده است. برای چی؟ مگر برای آنکه شاهنامه را خواننده شنود؟ خودش داستانهای فردوسی را از غیر توسط ملیک الشعرا مطالعه کند. اما گذشته از کاهشی نفس، عنصری را باز خیال دیگری
پریشان خاطر کرده بود. یعنی مباد که سلطان از قدرتی سخنوری فردوسی در حیرت مانده مقام او را از ملیک و شعرا و دیگر شاعرانی دربار بالاتر نهد. عنصری چنین اعتبار پیدا کردن صاحب شاهنامه را اصلا نمیخواست. کی میخواهد که از مقام درجه اول به درجه دوم افتد و امتیازهایش را از دست دهد؟ وی از بالاخانه فرامده آهسته آهسته گردش کنان به طرف مهمانخانه درون باغ روان شد. از یک گوشه باغ پست پست چقچق و خنده زنانه به گوش می رسید. عنصری در آن چقچق آواز دختری خودش سرویناز را شناخت. ظاهراً دخترک با دوگانه هایش مشغول شعرخوانی بودند. او گردش کنان نزدیک رفته در پشت درختی چارمغز پیر قرار گرفت. به دختران دزدیده می نگریست و به چقچقشان گوش می انداخت. آنها در سایه صده روی سبزه بر پلاس یکی نشسته و دیگری غیل زده شعری را که سرویناز از دفتر می خواند می شنیدند و هر دم چی نداهایی می برآوردند یا بعضی بیتها را با آواز تکرار می نمودند. چنان سرگرمی شغل خود بودند که در آن دم اگر کسی در بالای سرشان حاضر می گردید پی نمی بردند. آنها 4 نفر و غیر از سرویناز 2 نفرشان از خانواده های صاحب منصبان بودند. 4می دختری از جدی شاعر بود. هر 4شان هم خوشلقا، بهار عمرشان در عین شکوفانی و گلفشانی بود. گلاندام دختری 16 ساله رئیس دیوان رسالت شاه ابو نصر مشکان از دوگانه هایش صاحب جمالتر و نازنین تر می نمود. عنصری به شعرخوانی دخترش گوش کرده به حیرت خود دانست که وی داستانی زال و رودابه را می خواند. دخترک شاهنامه فردوسی را با اجازت پدرش گاه گاه گرفته به حوری درون برده با مادرش و خواهرانش می خواند. ظاهراً پاره از آن داستان را روبردار کرده گرفته بوده است. سرویناز از قصه ملاقات پنهانی زال و رودابه مصرع‌های زیرین را، سوگند عشق و وفای عاشقان را با یک حسرت زدگی و دلباختگی می‌خواند. دوگانه هایش نیز با همان کیفیت گوش می‌کردند. همی بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را بشکرید. سپه بود چنین گفت با ماه روی، که ای سروی سیمین بری مشک موی. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز ز پیمان تو نگذرم. بدو گفت رودابه من همچنین، پذیرفتم از داوری کیش و کین. جهان آفرین بر زبانم گواه، که بر من نباشد کسی پادشاه. جز از پهلوانی جهان زالی زر، که با تخت و تاج است و با نام و فر. بناگاه
از پسی دیواری باغ از خیابان صدای سمی اسپان بلند شد. دختران شیرخوانی را قطع کردند و سوی دیوار دویده و بالای نردبان و به درختان برآمده نگاه کردند. گلندام هم از بین شاخه های درختی زردآلو به سوارانی راهگذر چشم دوخت. سواران سپاهیان بودند. سرویناز پیشتر فرآمده از پایان شوخانه به گلندام می گفت: ایاز را می جویی؟ اگر بینی آواز ده به وی. گلندام عاشق ایاز بود. غلامی صاحب جمالی سلطان باری در یک جشن عروسی چشمش به گلندام غلطیده ظاهراً زیبایی دختر توجهش را جلب کرده بود که دست بر سینه نهاده به وی با تبسم شیرین سلام داد و دل دخترک را برد. از همان روز این جانب گلندام جویای دیداری او بود. هرگاه که از کوچه صدای سمی اسپان را می شنید، دوان به سری دیوار یا لبی بام می برآمد و نگاه می کرد، باشد که شهسوار را بیند. وی هم مثل رودابه می توانست گوید: دل و جان و هوشم پر از مهری اوست، شب و روزم اندیشه چهری اوست. وی از شاخی درخت با نیم تبسمی اندوهناک فرود آمد. در بین سواران ایاز را ندید. دوگانه ها او را دوستانه هجو می کردند. غم نخور گلندام، متایبه می نمود نسرین، دختری بوسهل خجندی، منشی و کتابداری سلطان. هرگاه که ایاز به شکار رفت، من و سرویناز و ناهید لباسی کنیزکان پوشیده همچو پرستارانی تو به شکارگاه می رویم. او را می بینیم از حسن و جمالی تو به گوشش افسون خوانده او را مانند کنیزکانی رودابه که زال را به کوشک وی آوردند به نزدت می آوریم. تو به هر احتمال مویت را درازتر کن تا که همچون رودابه موی شبگونی دو تابت را به هم پیچانده با وی ایاز را به کنگوره کوشکت کشیده توانی. دختران قاه قاه خندیدند. خودی گلندام هم می خندید. مویش را دراز نکند هم می شود. متایبه را دوام داد ناهید، دختری از جدی شاعر. زالی زر به بام رودابه با کمندی خودش برآمده بود کو. ایاز هم کمند دارد. اون سوری از آن گونه شوق دختران به داستان عشقی فردوسی متأثیر شده به مهمان سرای خود برگشت. به دلش می گفت مگر قصیده های او را با آن همه معنی های جمیل و فکرهای بیکر و تشبیهاتی بلیغ و شیوا که در آنهاست، مردمان، دختران، جوانان با همین گونه شوق و هوس می خوانند؟ آیا آن قصیده ها در ایشان همین نوع احساسات، شوق و شور می انگیزند؟ همین نوع مفتونی و دلباختگی ایجاد می کنند؟ نه، آنها فقط در مجلسی شاه، وزیران، اعیان و اشراف خوانده می شوند و شاید
مشاعره. شنیدید استاد؟ سلطان شاهنامه را خیلی پسندیده است. دیروز عبدالواحد به نزدم آمده بود، میگوید سلطان مرا طلبیده بود، رفتم. شاهنامه روی میزش بود. فرمود بگیر یک باب از کارهای رستم بخوان. ورق زدم، باب جنگی رستم با اشکبوس برآمد. خواندم. خیلی جالبی توجه سلطان افتاد. او حتی بعضی بیتها را به تکرار خواند. فروخی پگاهی به نزد انصوری آمده، با همین سخنان به حجره بالاخانگی او وارد شد. از انصوری شاهنامه خواست. کتاب را گرفته تیز ورق زد. نبرد رستم و اشکبوس و کشته شدن اشکبوس را پیدا کرد و در آن باب این بحثی دو پهلوان را خواند. بدو گفت خندان که نامی تو چیست؟ تنی بی سرت را کی خواهد گریست؟ تهمتن بدو گفت که شومتن، چی پرسی تو نامم در این انجمن؟ مرا مامی من نام مرگی تو کرد، زمانه مرا پتکی ترکی تو کرد. کشانی بدو گفت بی بارگی، بکشتن دهی تن و بیچارگی. تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که ای بیهوده مردی پرخاش جوی. پیاده ندیدی که جنگ آورد، سری سرکشان زیری سنگ آورد. سلطان این فقره را 30 کرت خواننده است، گفت فروخی، و باز این سطرها را هم به تکرار خواننده گوش کرده است. گوینده فقره زیرین را قرائت کرد. کمان را بیمارید رستم به جنگ، بغرید مانند غران پلنگ. پس آنگه به بندی کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوبه تیری خدنگ. خدنگی برآورد پیکان چو آب، نهاده برو 4 پری عقاب. بیمارید چاچی کمان را به دست، به چرمی گوزن اندر آورد شست. ستون کرد چپ را و هم کرد راست، خروش از خمی چرخی چاچی بخواست. چو پیکان ببوسید انگشت اوی، گذر کرد از مهره پشت اوی. چو زد تیر بران سینه اشکبوس، سپهر از زمان دست او داد بوس. قضا گفت گیرو قدر گفت ده، فلک گفت احسن ملک گفت زه. سلطانی نبرد آزمای را این تصویری نبرد پسند آمده باشد، چی عجب، گفت انصوری. به فردوسی انصاف باید داد، حقیقتاً استادانه گفته است، اعتراف کرد فروخی. ایجاز کرده است. سخن او را بریده
با آوازی پست و یک نوع متفکرانه گفت عنصری. من هم به این فقره دقت کردم. در واقع با کلام صورتی نبرد دو پهلوان را از این بهتر کشیدن محال است. مثل آن است که شاعر آن نبرد را به چشم دیده و به گوش خود شنیده تصویر آن را در همان جا کرده باشد. عبدالواحد می گوید سلطان حتی به وجد آمد، می گفت به به اینک شاعر. ولی مقصود من دیگر است استاد. این شاعری افسانه‌گوی بیشک از سلطان پاداش فراوان خواهد گرفت. بگذار بگیرد، ولی می ترسم که مرتبه ملک الشعرایی هم بگیرد و ما همه مثل شاگردانش در سایه او بمانیم. با عنصری چشم دوخته سکوت کرد و باز گفت من به شرف غلبه سلطان در جنگ غور مدیحه نوشته بودم. وی از قبطی دستارش ورق لوله پیچ را گرفت. به مدیحه این مصرع ها را افزودم. او سطرهای خطابند به سلطان گفتهش را خواند. تا چند بندگانت بدیدند این زمان، کس در جهان همی نبرد نام رستم. کمتر حاجب تو را چو جم و چو کسری، کهتر چاکر تو را چو گیو و چو بیژن. شما گفتار 24 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.